سلام. خیلی خوش اومدید به مدرسه آناتومی. دکتر زمینی هستم و با مبحثی دیگر از مباحث آناتومی بدن انسان در خدمت شما هستم. قصد دارم در سلسله ویدیوهایی به بررسی سوالات آزمون جامعه علوم پایه پزشکی بپردازم. از اونجایی که این آزمون نقش بسیار مهمی برای دانشجویان پزشکی برای عبور از مقطع علوم پایه به مقطع مقدمات بالینی داره و از اونجایی که اکثر دانشجویان پزشکی وقت بسیار کمی جهت مرور تمامی مطالب خوانده شده در مقطع علوم پایه دارن و به پیشنهاد خود دانشجویان قصد دارم سوالات آزمون‌های جامع علوم پایه رو با همدیگر یک مرور سریعی داشته باشیم و نکاتی که در این سوالات وجود داره رو با همدیگر بررسی بکنیم و نکاتی که اونجا وجود داره رو تا حد مقدور برای شما توضیح بدم تا یک منبع مطمئن جهت یک مرور صحیح مطالب آناتومی بدن انسان در اختیار شما باشه. سعی میکنم که سوالات رو با یکدیگر تک تک بررسی بکنیم. اگر نکته خاصی در هر کدوم از آنها بود برای شما توضیح بدم. برای این کار من سوالات آزمون‌های جامع علوم پایه چند سال اخیر رو تهیه کردم و در هر جلسه به بررسی یکی از این آزمون‌ها خواهیم پرداخت. بریم و اولین جلسه رو با همدیگر آغاز بکنیم. اولین جلسه به بررسی سوالات آزمون علوم پایه شهریور 1404 خواهم پرداخت و برای توضیح نکاتی که در این سوالات مطرح شده من از کتاب Gray's Basic Anatomy استفاده می‌کنم که کتاب بسیار خوبی هست جهت مطالعه کسانی که به آناتومی علاقه‌مند هستند. منبع نه چندان مختصر اما نسبت به کتاب اصلی گری مختصرتر ولی تقریبا تمامی نکات مهم رو در اون توضیح داده. البته من مقصودم نیست که کتاب رو شما تهیه کنید و مطالعه کنید، فقط برای اینکه منبع رو به شما معرفی کرده باشم، چون عکس‌های کتاب رو استفاده خواهم کرد برای توضیح مطالبی که خواهم گفت و انشالله که شرکت معظم الزیویر نسبت به این استفاده بدون اجازه ما از این کتاب واکنشی نشان ندهد و مشکلی برای ما ایجاد نشود. خب بریم و سوالات رو با هم دیگه بررسی بکنیم. اولین سوال: کدام یک از موارد زیر از درون حلقه وتری مشترک زین عبور میکنه؟ ورید افتالمیک بالای، عصب توراترال، عصب ابدوسن، عصب فرونتال. خب این گزینه‌ها نشون دهنده این هستش که ما با کجا کار داریم؟ با چشم و عناصری که اطراف چشم ما هستن کار داریم. پس این حلقه وتری مشترک در مورد عناصری هستش که ما در حفره اوربیت می‌بینیم. نکنید ما حفره اوربیت رو اگر نگاه بکنیم، در ته حفره اوربیت ما یه سری سوراخ و شکاف مشاهده می‌کنیم. یک سوراخی که مربوط به همون کانال اپتیک هستش و یک شکافی به نام سوپر اوربیتال فیشر و یکی هم اینفر اوربیتال فیشر که یه سری از عناصر که همان عروق و اعصاب باشن از درون این سوراخ‌ها، کانال‌ها و این شکاف‌ها عبور می‌کنن، وارد یا خارج میشون به اوربیت. حالا این حلقه زین کجا قرار میگیره؟ حلقه تندینوس رینگ اینجا. این تندینوس رینگی که داره نشون میده که ناشی از همون ضخیم شدگی پریوستی هستش که استخوان‌های اوربیت رو میپوشونه و محلی میشود برای اوریجین عضلات رکتوسی که ما اطراف کره چشم آنها میبینیم که باعث حرکت کره چشم ما میشود. همونطور که مشاهده میکنید شامل اپتیک کانال میشه و بخشی از سوپریور اوربیتال فیشر. پس بنابراین اگر میخوایم ببینیم کدوم عناصر عبور میکنند، اینجا ما میتونیم این عناصر رو اینجا نشون بدیم. تقریبا حلقه زینی بدین شکل اینجا قرار گرفته. پس عناصری که از درونش عبور میکنن شامل چی هسته؟ شامل اپتیک نرو و شریانی که باش همراه هست، افتالمیک آرتری هست
و اعصاب شماره 3 مغزی، زوج 3 مغزی که همون عصب اوکولوموتور هست، 2 تا شاخه فوقانی تحتانی داره، و عصب ابدوسن یا عصب زوج 6 و شاخه نازوسیلیاری عصب افتالمیک. ما یه عصب افتالمیکی داریم که از زوج 5 هستش، 3 تا شاخه میشه. یه شاخهش میشه بعد لاکریمال که اینجا میبینیمش، یه شاخه دیگهش فرونتاله که اینجا بازم مشاهده میکنیم خارج از حلقه، ولی یک شاخه سومش که نازوسیلیاری باشه داخل این حلقه قرار میگیره. یکی دیگه از اعصابی که ما در مورد عضلات اطراف چشم مشاهده میکنیم عصب زوج 4 هست. این عصب زوج 4 هم اینجا قرار. از عصب زوج 4 و شاخه های لاکریمال و فرونتال از سوپر اوربیتال فیشر خارج از این رینگ عبور میکنن. بقیهشون عصب اپتیک، عصب 6، عصب 3 و شاخه نازوسیلیاری از درون این حلقه تاندونی عبور میکنن. پس اگر برگردیم به این سوالمون، افتالمیک فوقانی که اون بالا بود عبور نمیکنه، عصب تولوکلاهار از اون گوشه اون بالا بود بازم عبور نمیکنه، عصب ابدوسنس بله عصب زوج 6 از درون حلقه شروع در واقع عبور میکرد، عصب فرونتال هم که بازم اون گوشه اون بالا ما میدیدیمش. پس جواب صحیح عصب ابدوسنس هستش. سوال بعدی، کدام یک از اعصاب زیر مربوط به دیواره خارجی گوش میانی هستش؟ کلا منظورش این هستش که این گوش میانی ما که تقریبا میتونم به صورت یک مکعب اون رو در نظر گرفت، عصب دهیشون به چه صورته؟ از اونجایی که گوش میانی عصب دهیش تقریبا توسط یک عصب انجام میشه راحته، مثلا گوش خارجی نیست که اعصاب مختلفی در قسمت‌های مختلفش عصب دهی بکنن. این کدوم عصب میشه؟ کلا گوش میانی ما یک عصبی از کف اون وارد حفره گوش میانی میشود، اونم شاخه تیمپانیک عصب زوج 9 هستش که وارد گوش میانی میشه، بر روی اون پرامنتوری یا اون دماغ شبکی رو تشکیل میده با اعصاب سمپاتیک و کلا گوش میانی ما رو عصب دهیش رو انجام میده. حالا فرق نمیکنه دیوار خارجی یا داخلی، کلا گوش میانی رو ما رو عصب دهی میکنه. آنتروم خدمت شما عرض بکنم که ماستوئید رو قسمت‌های از مثلا شیپور استاش که در مجاورت گوش میانی قرار داره همه عصب دهیش رو انجام میده. پس تو این اعصابی که اینجا ما مشاهده میکنیم جواب سوال همین تیمپانیکوس، شاخه تیمپانیک عصب زوج 9 هستش. سوال بعدی، کدام یک از موارد زیر جزء مجاورات غده فوق کلیوی چپ می باشد؟ ونا کاوا اینفریور، لوب چپ کبد، سر پانکراس و معده. عکسشو بیارم براتون. حالا مثلا به این عکس اگر نگاه بکنید میبینید اینجا ما غدد فوق کلیوی راست و این چپ رو مشاهده میکنیم. خب توی گزینه‌های یه دونه اینفریور ونا کاوا بود. خب اینفریور ونا کاوا با راست در تماسه، بس اون جواب ما نمیشه. دیگر سر پانکراس بود. سر پانکراس اینجاست و سر پانکراس هم جزء جوابای صحیح نخواهد بود. لوب چپ کبد هست. لوب چپ کبد هم بچه‌ها نگاه کنید اینجا چیزی که اینجا وجود نداره، اینجا معده است. می‌بینید اینجا کاردیای ازوفاژ هستش و اینجا معده قرار میگیره، اینجا هم که انتهای معده پیلور هستش. پس اینجا ما معده رو مشاهده میکنیم و بر روی معده کبد قرار میگیره. پس کبد نمیتونه باشه و تنها گزینه‌ای که میمونه که اینجا رو داره پر میکنه که اینجا به قول معروف ورد داشته معده میباشه. پس یکی از مجاوراتی که درست در میاد برای غده فوق کلیوی چپ همین گزینه‌ای هستش که به معده اشاره میکنه، همین گزینه دال هستش. خب سوال بعدی، کدام یک عناصر زی در مدیاستون فوقانی قرار ندارد؟ تیموس، آورت سعودی، ورید براکیوسفالیک راست و لفت کامان کاروتید. همینجا بدونی که حتی ما عناصر داخل این مدیاستان فوقانی رو ما بدونیم میشه جوابش رو حدس زد. حالا ولی میریم تصویر رو نگاه میکنیم. خب اولی موضوع نیست که مدیاستان فوقانی کجاست. اینجا که توی این تصویر نگاه بکنید مدیاستان فوقانی قسمتی از قفسه سینه هستش، بین دو تا ریه قرار گرفته در پشت دسته جناح.
در جلو دسته جناقه، در پشت هم 4 مهره سینه‌ای در واقع بالایی یا اول قفسه سینه هستش. خب عناصری که اینجا قرار میگیرن چی هستش؟ تو این گزینه‌ها هست. یکی دیگه تیموس هست. تیموس که حتما جزء عناصری هستش که در مدیاستان فوقانی قرار میگیره، حتی پایین‌تر هم کشیده میشه. آورتای صعودی. آورتای صعودی همینجا اگر نگاه کنی، اگر ما به خود ساختار آورت رو اگر به تو ذهنتون تکرار بکنی، آورتای صعودی داریم که ابتدا به بالا میاد، از اون بطن چپ شروع میشه تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ تا همین زاویه لوئیس یا همین محل اتصال دسته به تنه جناح. بعد از اون قوس شروع میشه. پس همینجا ascending aorta میتواند گزینه صحیح باشد، چون اصلا در واقع پایین‌تر از مدیاستان فوقانی به اتمام میرسه. در مدیاستان میانی هست، میاد تا زاویه لوئیس، یعنی همینجا اتمام میرسه در زاویه استرنال یا همین محل اتصال تنه و دسته به اتمام میرسه. بعد از اون قوس آورت رو ما داریم. پس همین گزینه میشود گزینه 2 و ascending aorta در مدیاستان فوقانی قرار ندارد. براکیوسفالیک و لفت کامن کاروتید، میگن لفت کامن کاروتید آرتری که از قوس و آورت منشأ میگیره. قوس و آورت تو مدیاستان فوقانی هست اصلا. پس این گزینه دال هم در مدیاستان فوقانی قرار دارد. براکیوسفالیکا چه چپ چه راست هم ما اون رو مشاهده میکنیم. این تصویر میتونید ببینید براکیوسفالیک چپ، اینم راسته، قسمتی از این مسیرشون در پشت دسته جناح هست، یعنی در واقع در همون مدیاستان فوقانی قرار گرفت. سوال بعدی: کدام شریان قسمت اعظم دیواره بین بطنی را خونرسانی می کند؟ posterior interventricular, anterior interventricular, right coronary, right marginal. دیواره بین بطنی ما روی ساختار ظاهری قلب چطوری میتونیم ببینیم که کجا دیواره بین بطنی قرار داره؟ آنجایی که اون گروو یا ناودان بین بطنی قرار داشت. یه دونه قدامی داشتیم، یک دونه خلفی. من تصویرشو برای شما بیارم. تو این تصاویر شما مشاهده میکنید ما یه دونه، خدمت شما عرض کنم، ناودان بین بطنی قدامی داریم و یک ناودان بین بطنی خلفی داریم اینجا، قدامی و خلفی، که درونشون شریان‌های آنتر اینترونتریکولار و پوستریور اینترونتریکولار قرار داره که آنتریور از شریان کروناری چپ هست و خلفی از شریان کروناری راست هست و اینجا محل قرار گرفتن سپتوم بین بطنی هستش. حالا درصد خونرسانی این دوتا با هم دیگه متفاوت است. حالا موضوع مهم همینه، میخواد ببینه شما میدونید کدوم 2/3 خونرسانی میکنه، کدوم 1/3 رو. خب برای اینکه به این جواب برسیم میایم خونرسانی رو در قلب مشاهده میکنیم. اینجا در مورد رایت کوروناری آرتری اینجا گفته چه قسمتی رو خونرسانی میکنه؟ دهلیز راست، بطن راست، گراهای SA و AV و سپتوم بین دهلیزی و قسمتی از دهلیز چپ، اون قسمتی مجاور هستش با دهلیز راست، و 1/3 خلفی، یعنی 1/3 خلفی تحتانی سپتوم بین بطنی رو خونرسانی میکنه. از اون ور در مورد کروناری چپ اینجا میگه که بیشتر دهلیز چپ و دهلیز و بطن چپ و قسمت اعظم اینترونتریکولار سپتوم. پس اینجا تو این گزینه ها می شود کدوم گزینه؟ پوستیر اینترونتریکولار از رایت کروناری بود، گفتیم 1/3 میشه، و آنتر اینترونتریکولار که کروناری چپ بود این 2/3 رو خونرسانی میکرد و از قسمت اعظمش میرسه به گزینه ب. سوال بعدی: ستیق انتهایی در کدام یک از حفرات قلب قرار دارد؟ ستیق انتهایی یا همون کریستا ترمینالیس یا ترمینال
کرست. اینو کجا ما میدیدیم ترمینال کرست رو؟ یکی از در واقع شاخصه‌های مهمی بود که ما توی دهلیز راست مشاهده میکنیم. در دهلیز چپ تقریبا چیز خالی خاصی نداشت، ما همیشه بخواستیم تدریس بکنیم اکثرش توی دهلیز راست بود که اونجا فوسا اووالیس رو میدیدیم، لیمبوس اون رو مشاهده میکردیم، ورودی‌های سوپریور ونا کاوا، اینفریور ونا کاوا، در واقع ورودی سینوس کرونری. و خدمت شما عرض بکنم که و یک نکته دیگه هم که اونجا همیشه ما توی دهلیز راست میگیم، همین ستیق انتهایی کریستا ترمینالیس هستش که در سمت راست محل اتصال چی قرار میگیره بچه‌ها؟ این سوپریور ونا کاوا. از گزینه درست در رایت اتریوم هستش یا همون دهلیز راست. این هم عکس مشهوری که هستش که ما همیشه مشاهده میکنیم در تدریس. این عناصری که تو دهلیز راستش خیلی زیاده که همین در واقع فوسا اووالیس و این سوپریور ونا کاوا، اینفریور ونا کاوا و اینفریور ونا کاوا خب یه دریچه این داره، دریچه واسه مربوط به سینوس کوروناری. و یکی از نکات هم همینه بچه، اینا این کریستا ترمینالیس هست، ستیق انتهایی، در واقع میشود مرزی که بین اون قسمتی از دهلیز راست که از اون قلب اولیه به وجود اومده و قسمتی دیگری که از به هم پیوستن و یکی شدن دیواره همین وریدها و عروق به قلب هستش که فاقد عضلات هستش و قسمت صاف و وریدی هست. و قسمتی که بعد از این در واقع در جلوی کریستا ترمینالیس قرار میگیره، همین حاوی عضلات هست، هم عضلات پکتینیت یا شانه. سوال بعدی، کدام یک از استخوان‌های زیر در تشکیل دیواره خارجی حفره بینی شرکت ندارد؟ کلاً گزینه‌هایی که اینجا به کار برده گزینه‌هایی هستش که به راحتی قابل تشخیص هستش. ببین اولین گزینه وومر. وومر رو کجا می‌دیدیم ما؟ وومر رو در تیغه میانی بینی، یا در واقع همون دیواره داخلی می‌دیدیم. اینجا گفته در دیواره در خارجی شرکت نمی‌کنه، یعنی بقیه همه باید در دیواره خارجی باشند که لاکریمال هست، پالاتاین هست، مگزیلام حتما هستش و این وومر که در ستیق میانی بینی شرکت میکنه و به تبع گزینه درست هست. اینجا ما داریم میبینیم این استخوان مگزیلا هست، استخوان لاکریمالی که به قول معروف اینجا قرار میگیره و خدمت شما عرض بکنم که و استخوان پالاتاین، این همه اینجا هستش. اون استخوانی که در تیغه میانی بینی شرکت میکند به تبع گزینه صحیح خواهد. کدام یک با ریه راست مجاورت ندارد؟ حالا سوالا رو جوری طراحی کردن که همش ندارد هستش، یکم بچه‌ها رو به اشتباه بندازه. ریه راست، ریه راست حالا نگاه میکنیم کلا نگاه ریه راست و چپ، یه فرقی که داشتن، ریه چپ بیشتر مجاورات شریانی بود، راسته وریدی بود. کلیتی اگه بخوام داشته باشین، قوس آگزیگوس وریدی حتما داره، قوس میزنه دور در واقع ناف ریه سمت راست، درسته. بعد مری که مری با هم با راست هم با چپ هم با راست یک مجاورت کوچیکی داره. ورید اجوف تحتانی مثل همین دوباره وریده، حتما با راست مجاورت دارد. قوس آورت، قوس آورت مجاورت ندارد. گزینه صحیح همین دال هستش. این هم عکس مربوط به اون سوال هستش. مجاورات یادتون باشه چپی شریانیه، اکثر ارتباط در واقع اون مجاوراتش راستیه هستش که وریدی از سوپریور ونا کاوا و اینفریور ونا کاوا و مخصوصا آزیگوس و قوس آزیگوس هستش. حالا براکیوسفالیک هست، این برای کوچولو براکیوسفالیک ورید هست، ولی در کل میتونیم راست رو وریدی بگیریم، چپ رو شریانی. مری هم که میبینید مری در هر دو طرف قرار گرفته و این ور هم قوس آورت و خود آورتای نزولی و سابکلویان سمت چپ هستش. سوال بعدی، کدام یک از عناصر زیر با جدار قدامی حالب مجاورت دارد؟ جدار قدامی حالب، این حواستون باشه. گزینه‌ها رو نگاه میکنیم، عصب ژنیتوفمورال، شریان ایلیاک داخلی، شریان گونادال، عضله پسواس ماشور. این کلا همینجا سوال جوابش مشخصه. چرا؟
شما میگه جدار قدامی، نگاه کنید عضله پسواس ماژور روی دیواره خلفیه، درسته؟ روی دیواره خلفی به ستون مهره‌ها چسبیده. پس بنابراین خود کلیه و این حالب از جلوی عضله میگذره دیگه، از پشت عضله و پشت دیواره از کمر ما که عبور نمیکنه، یعنی هضم میشه. عصب ژنیتوفمورال اگر یادتون باشه بچه‌ها از درون عصب پسواس عبور میکنه. کلا شبکه کمری از پشت عضله پسواس از دیواره خلفی چسبیده به دیواره خلفی میاد بیرون. پس اون چسبیده به دیواره خلفیه، پشت کلیه قرار میگیره. ما از مجاورات کلیه ها، از مجاورات خلفی کلیه ها اعصابی هستن که شبکه کمری و ایلو اینگونال و ایلو هایپوگاستریک اینا از پشتش عبور میکنه. پس اینها هم نمیتونه باشه. حال یک نکته داره که روی در واقع عضله پسواس ماژور به صورت موازی هم به طرف پایین میان، بعدم که به دیواره به دهانه لگن که میرسن از روی شریان ایلیاک، البته محل بیشتر میگه محل دو شاخه شدن ایلیاک ها عبور میکنن و کلا اعصاب و شریان و این عضلات همه روی دیواره خلفی هستن. این خود اینو اینجوری شما میتونید رد کنید. شریان فقط این شریان گنادال هستش که تقاطع داره با جدار قدامی حالب. میگم بچه‌ها نکتهش همینه. نگاه کنید شریان‌های گناداله در آقای خانم فرق نمیکنه. اینا میاد از روی از جلوی حالب عبور میکنن و تقاطع دارند. این نکته مهمش است. اینجا میبینید این حالب از روی شریان ایلیاک داره عبور میکنه و خدمت شما عرض بکنم که اینجا کلیه رو میبینید که بر روی عضله پسواس قرار گرفت. عضله پسواس و شبکه کمری همه در خلف کلیه و حالب قرار می‌گیرند. سوال بعدی، مجاری کدام یک از غدد زیر به پیشابراه غشایی باز می‌گردد؟ این ترشحات خودش اونجا تخلیه میکنه. پیشابراه غشایی اصلا کجاست؟ در آقایونه. از اول از همه باید اینو متوجه بشیم. پیشابراه در آقایون چند قسمت داشت. این عکس نگاه بکنید، اینجا در خانم ها هستش. یک مجاری پیشابراه کوچک کوتاه 4 سانتی متر اینجا داره دیگه، نامگذاری خاصی هم نداره، پیشابراه خالی هست. ولی در آقایون میبینید در آقایون یه پرپروستاتیک داره، یه پروستاتیک هست، یک ممبرانوس همین غشایی و دیگری هم که خود اون قسمت اسپونجی و قسمت در واقع اصلی پیشابراه رو ما اینجا مشاهده میکنیم. سوال چی میگه؟ سوال میگه که مجاری کدام یک از غدد زیر به پیشابراه غشایی باز میشود؟ در پیشابراه غشایی ما اصولا هیچ کدومشون باز نمیشود. پیشابراهش اینجاست. این در واقع میدونید چی میخواسته بگه؟ این طراح سوال اشتباه کرده. نگونید این همیشه سوالی که همیشه میاد اینه، غده این غده کوپر یا بولبورترال که در آقایون هستش، خودش در قسمت کجا قرار میگیره؟ در مجاور با قسمت غشایی قرار میگیره، در همون حفره پرینال عمقی قرار گرفته، ولی مجاری اون میاد در پیشابراه خدمت شما عرض کنم اسفنجی یا آلتی باز میشه. هم این یک از سوالاتی هستش که بچه‌ها باید توجه کنن که غده جای دیگه است، مجاری جای دیگه باز میشه. این آقای طراح سوال هم میخواسته اینجوری بچه‌ها رو شما رو گول بزنه، اما سوال رو اشتباه داده. بارتولن که دست خانوم هاست، این کسان اشتباه است. کوپر همین کوپر است. منجر به کوپره که به پیشابراه غشایی باز میشه، مجاور با پیشابراه غشایی در اسفنجی باز میشه. پروستات هم که اصلا در پیشابراه پروستاتی تخلیه میکنه ترشحات خودشو. وستیبولار بزرگ، یک گریتر وستیبولار همین بارتولن است، مال خانم هاست. پس این دوتا که اصلا خانم هاست، توی این دوتا هم منظور این کوپره بوده، منظورشون کوپره بوده ولی سوال اشتباه است. حالا شاید بعدا حذف کرده باشن این رو ولی نمیدونم، ولی در کل این سوال اشتباه در به پیشابراه اسفنجی باز میشود. این همین سوالان کوپر جوابش میشد. کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد جسم پرینئی غلط است؟ جسم پرینئی که میدونیم چیه. جسم پرینئی اون قسمت یک توده بافت فیبروزه هستش، بین کجا قرار میگیره؟ در خانم‌ها بین واژن و مقعد قرار میگیره. در آقایون در کل در واقع پشت کیسه بیضه جلوی مقعد قرار میگیره، در کل جلوی مقعد هستش.
و محلی هستش که این عضلات دو نیمه کف لگن اونجا با هم دیگه مخلوط میشن و به قول معروف یک نقطه مهم و کریتیکالی هستش جهت حفظ ثبات و یکپارچگی عضلات کف لگن. غلط است. در مردان در خلف بولب پنیس مشاهده می شود. در پشت پنیس است، بر پشت بولب پنیس است. در زن در خلف واژن قرار می گیرد که درسته. کدوم بین واژن و مقعد میشه خلف واژن. در قدام کانال آنال قرار می گیرد. خود درسته، در هر دو جنس هم همین صورت هستش. بعد بچه این سه تا درست شد. بس این با جواب باید همین باشه دیگه. عضله پوب رکتالیس با آن اتصال دارد. بچه‌ها کن پوبو رکتال، یعنی از پوبیس میاد به رکتوم. رکتوم پشت جسم پرینی، در واقع پشت جسم پرینی است. پس وقتی میاد رکتوم رو در بر میگیره، از این جسم پرینی عبور کرده و دور رکتوم که میپیچه در پشت رکتوم به اون آنوکوکسیژال اونجاها متصل میشه، پس به جسم پرینی متصل نمیشود. و سوال جواب درستش هم این دال هستش. کدام یک از ساختارهای زیر با کلیه راست مجاورت ندارد؟ همش ندارد و منفی به کار بردن که یکم سخت کنن، وگرنه واقعا سوالات آسانی هستش. کلیه راست مجاورت ندارد. دنده ها رو نام برده. دئودونوم، کبد. کدوم کلیه سمت راست؟ نگاه جوابش مشخص بچه‌ها. این کلیه چون دنده ها رو آورده همینجا مشخص کرده که آقا این من منظورم کدومه. اگه باشه همیشه میگیم کلیه راست و چپ بالا پایینه، راستی پایینتره، چپی بالاتره. چپی تا 11 دنده 11 میرسه، راستی حداکثر تا 12 بین 11 و 12 به 11 نمیرسه. پس همینجا این دنده شماره 11 که اینجا گفته مجاورت با کلیه راست ندارد. دئودونوم و کبد حتما از مجاورات مهم کلیه سمت راست هستن. سوال بعدی، کدام یک از عناصر زیر از ناف کبد عبور نمی کند؟ ناف کبد اصلا چی عبور میکرد؟ ناف کبد یه دونه ورید باب هستش. کجا گفته؟ اینجا. دیگری شریانی هستش که مربوط به کبد میشه، خون رسانی کبد. اینجا گفته proper hepatic artery. و مجاری صفراوی، اینم مجاری صفراوی. هپاتیک وین نیست بچه کن. اون وریدی که از ناف وارد میشه پورتال وین هستش که میاد خون وریدی دستگاه گوارش رو به کبد میبره. بعد خون وریدی خود کبد از طریق هپاتیک وین ها به اینفریور ونا کاوا تخلیه میشه. در واقع در اون سمت کبد قرار میگیره، جایی که اینفریور ونا کاوا میاد میره داخل اون سالکوس و اون ناودانی هستش که در داخل بافت کبد وجود داره. اونجا هستش که وریدها اصولاً هم 3 تا هستن. وریدهای کبدی وارد اینفریور ونا کاوا میشن و خون رو در واقع تخلیه میکنن، خون ورید رو تخلیه میکنن به درون اینفریور ونا کاوا. عکسش بچه‌ها این میشه. اینجا ناف کبده، مجاریای در واقع صفراوی رو اینجا ما میبینیم، از لوب چپ و راست به هم میپیوندن. شریانی که اینجا مشخص هست و اینم ورید باب هست. این اینفریور ونا کاوا بچه‌ها اینجا وریدهای از سمت مقابل به قول معروف اینفریور ونا کاوا وارد اینفریور ونا کاوا میشن و خون وریدی کبدی رو تخلیه میکنن. پس این 3 تا جزء عناصر ناف کبدی هستن. همچنین سوال میاد، اینو مد نظر داشته باشین. کدام یک از عناصر تشریح زیر در دیواره خلفی بورس و اومنتالیس شرکت دارد؟ بورس و اومنتالیس بچه‌ها کجا میشه؟ اون فضایی که پشت معده و پشت لسر اومنتوم قرار میگیره. تصویرش من بیارم برای شما. تصویرش بچه‌ها این میشه. اینجا اومنتال بورسا یا همون لسر سک اینجا قرار میگیره، پشت معده و پشت لسر اومنتوم که با در واقع با گریتر ساکی که اینجا این جلو قرار میره و قسمت‌های دیگه از طریق اون سوراخ اپیپلویک اومنتال اپیپلویک فرامن وینسلو با هم ارتباط دارن. یک نکته مهم هستش اینجا. و عناصری که در جلو قرار میگیرن این لسر اومنتوم و پشت اینجا خود معده هست، در پشتش بود
اینجا یک از عناصری که اینجا پشتش قرار گرفته بچه‌ها اینجاست اینا. یکی پانکراسه، یکی هم دئودونوم هست. البته عناصر دیگه هم هستش. حالا اینجا چی گفته؟ اینجا گفته عناصر در خلف شرکت میکنند. استامک اینجا معده که در جلوه، لسر اومنتوم هم که در جلو بود، پورتال وین بازم جلو هستش، فقط میمونه همین پانکراس. و جواب صحیح همین گزینه جیم هستش. کدام یک عناصر تشریح زیر جزء مجاورات قدامی اولین قسمت دئودونوم میباشد؟ قسمت دئودونوم، اول دئودونوم هم قسمتی است که در امتداد پیلور معده قرار میگیره، یعنی هم غالبا میشه قسمت فوقانی. یه دونه قسمت اول داره، بعد نزول میکنه قسمت دومش، بعد قسمت سوم دوباره از سمت راست سمت چپ میاد و قسمت چهارم هم که به طرف بالا و چپ میره و به ژژنوم ختم میشه. نکتهش چیه بچه‌ها؟ نکتهش این هستش که یه سری از عناصر در خلف و یه سری از قدام این قسمت اول هستن. از این لحاظ مهمه با هم دیگه عکسش نگاه بکنیم. به این تصویر نگاه بکنید. این قسمت ابتدایی همین قسمت رو مد نظرش هست. اینجا سه تا عنصر با هم دیگه از پشتش عبور میکنن، همون پایه کبدی رو به وجود میارن. نگاه کنید، یکی همون مجاری صفراوی هستش، یکی هم خب این شریانی که اینجا از پشتش عبور میکنه همون گاسترودئودونال باشه، و یکی هم ورید باب هست. این سه تا از هم اینجا از پشت قسمت اول دئودونال عبور میکنن، جلوش خب کبد قرار میگیره دیگه. اینجا جایی هستش که کبد قرار میگیره. این تصویر میتونید مشاهده بکنید، این شریان کبدی هست که اینجا این شاخه‌های گاسترودئودونال از پشت قسمت اول عبور میکنه. این سه عنصری که اینجا میبینید، البته این یکم پایینتر باید در نظر بگیرید، چون اینجا هپاتیک آرتری پراپره، پایینتر از این که اون قسمتی که گاسترودئودونال هست، بایل داکت هست و این ورید پورتال هست که این سه تا میان در این درون این هپاتودئودونال لیگامنت قرار میگیره و از پشت قسمت اول دئودونوم عبور میکنه. اینجا کبد زده بالا، اگر بخوابونه کبد میاد بر روی قسمت اول دئودونوم قرار میگیره. اینجا هم مجاورات قدامی اولین قسمت رو میخواسته، پس بنابراین کامن بایل داکت از پشتش عبور میکنه، گاسترودئودونال آرتری از پشتش، پورتال وین هم از پشتش، سه تا با هم دیگه هم هستن و جواب درست کبد میشه. سوال بعدی، کدام یک از قسمت‌های روده از شریان مزانتریک تحتانی خون میگیرند؟ مزانتریک تحتانی کجا میشد؟ 1/3 سمت چپ کلون ترانسفرس، کلون نزولی، سیگموئید، رکتوم تا قسمت فوقانی آنوس. اون میگیره ژژنوم؟ نخیر، ژژنوم جزش نیست. ژژنوم، ایلوم، ژژنوم اینا همشون از مزانتریک فوقانی هست. سکوم هم نیستش. اپندیکس هم چسبیده به این سکوم نیست. همین دیسندینگ کلون هستش که از مزانتریک تحتانی خون میگیره. در معاینه بیمار مشخص میشود که وی دچار اختلال در حس انگشت شست دست میباشد. کدام از درماتوم‌های زیر درگیر میباشد؟ پس حواستون باشه بچه‌ها، این درماتومه رو یه بار نگاه کنید، عکس معروفی که داره، و ببینید که انگشت شست کدام میشه. خب بچه‌ها، این عکس بخشی از درماتوم‌هایی که توی اندام فوقانی هست رو داره نشون میده. اینجا میبینید که انگشت شست درماتومش C6 هست. یادتون باشه یه C6 اینور داریم، 3 تا C7 کوچیکم C8، بعد بالاتر هم T1 و T2. به خاطر بسپارید، دیدم که چندین بار از درماتوم ها چه در اندام فوقانی چه در اندام تحتانی سوال طرح شده. حواستون به درماتوم ها باشه. سوال بعدی، بلافاصله در عقب نیام بایسیپیتال در حفره آرنجی کدام عنصر تشریحی قرار دارد؟ نیام بایسیپیتال خاطرتون از چی است؟ ما وقتی تاندون عضله بایسپس براکی میاد و میچسبه به استخوانی که در ساعد قرار میگیره، به رادیوس توروسیتی متصل میشه، از سمت داخلش یک نیامی جدا میشه و متصل میشه به قسمت کناره داخلی آرنج ما و به سپتوم عمقی اتصال پیدا میکنه. در عقبش از چی محافظت میکنه؟ در عقب اینجا در واقع میشود ناودان بایسیپیتال داخلی، در واقع حفره کوبیتال به 2 قسمت تقسیم میشه توسط تاندون بایسپس
یه در واقع نیمه خارجی، نیمه داخلی. در نیمه داخلیش شریان براکیال و عصب مدیان قرار میگیره که این نیام بایسیپیتال از روی اون عبور میکنه. در عقبشون، یعنی در پشتش، در همین ناودانه، اینجا ما عصب اولنا رو داریم و رادیال داریم که نیست. اولنا از پشت اپیکوندیل داخلی عبور میکنه، اصلا تو حفره کوبیتال ما نمیبینیمش. رادیال حفره کوبیتال در سمت خارج هستش. اینجا فقط براکیال آرتری رو میتونیم مشاهده کنیم که جواب درست خواهد. میدیان کوبیتال وین میشه گفت جلوش در واقع در اینجا قرار گرفته، ولی در عقبش نیست، در جلوی این نیام قرار میگیره. کدام یک از ویژگی‌های مشخصه مهره‌های سینه‌ای تیپیک هست؟ کلا وقتی مهره دست ما میدن نگاه میکنیم آیا سوراخ ارضی دارد یا نه. اگر سوراخ ارضی داشت میشود مهره گردنی. اگر نداشت میتواند سینه‌ای باشد یا کمری باشد. بین سینه‌ای و کمری هم نگاه میکنیم ببینیم که رویه مفصلی بر روی تنه یا زوائد ارضیش قرار دارد یا نه. اگر داشت سینه‌ای است، اگر نداشت کمری است. اینجا سوراخ ارضی رو گفته که مال گردنیه. زائده خارجی دو شاخه بازم مال گردنی هستش. زائده مامیلاری مربوط به کمری ها هستش. روی مفصلی زائده ارضی رو اومده یکم سخت بکنه. روی مفصلی تنه رو اومده یکم بپیچونه و حواستون باشه که هم روی تنه روی مفصلی داریم، هم روی زائده ارضی که با اون توبرکل های دنده ها مفصل میشه. کدام یک از عضلات زیر در باز کردن قفل زانو نقش دارد؟ اصلا شما باید این فلسفه قفل زانو رو بدونید که وقتی که ما زانو رو اکستنت میخوایم بکنیم، صاف میخوایم بکنیم، در آخر سر به خاطر اینکه طول کندیل های ران داخلی و خارجی با هم متفاوت، داخلی بلندتر هست، ما یه چرخش به داخل داریم. در انتهای اکستنشنمون چرخش به داخل داریم. ران بر روی تیبیا میچرخه و به طرف داخل مقدار کمی میچرخه و این باعث میشود که دیگر در این حالت زانوی ما خم نشود. این در واقع زانوی ما قفل میشه. برای اینکه بتوانیم دوباره زانومون رو خم بکنیم، فلکس بکنیم، ابتدا باید قفل باز بشه. این کار کی انجام میده؟ پوپلیتوس. استخوان رانی رو یا فمور رو به طرف خارج میچرخونه و قفل زانوی ما باز میشه و میتونیم عمل فلکشن رو انجام بدیم. پس گزینه صحیح پوپلیتوس هستش. در معاینه یک بیمار مشخص می شود سوپانیاسیون ساعد در وی بسیار ضعیف می باشد. احتمال صدمه کدام عصب وجود دارد؟ میدیان، رادیال، اولنا، موسکولو کوتانوس. سوپیناسیون رو کی انجام میده؟ سوپینیشن رو در ساعد یک حالت معمول خود عضله سوپیناتور انجام میده. عضله سوپیناتور رو عصب رادیال عصب دهی میکنه و سوپیناتور قدرتمند ما کجاست؟ عضله بایسپس براکی هستش که عصب اون عصب موسکولو کوتانوس هستش. ولی سوال یه ذره مشکل داره، نباید هر دو تا رو با هم میداد. در معاینه یک بیمار مشخص میشه سوپیناسیون ساعت بسیار ضعیف هست، یعنی دیگه کاملا ناتوان شده. تو این سوالات گزینه دال رو گزینه صحیح به قول معروف که کلید سوال قرار داده. منظورش اینه که بایسپس در واقع ضعیف شده. سوال یکم مشکل داره. از نظر من قشنگ این سوال رو طرح نکردن. اصلا باید میگه اگر منظورش این بود که اگر بچه‌ها بدونن که بایسپس هم دخالت داره، باید مثلا میگفت که در سوپینیشن های پرقدرت ضعیف عمل میکنه. که شما متوجه بشین آقا سوپینیشن معمولی رو انجام میده، پرقدرت رو نمیتونه انجام بده و ذهنتون بره روی بایسپس. به هر ترتیب حالا من نکاتشو گفتم. سوپیناتور و یکی هم بایسپس. سوپیناتور رادیال هست، این یکی هم که موسکولو کوتانوس هست. حالت معمول و ضعیف و خب عضله سوپیناتور انجام میده، پرقدرت ها رو عضله بایسپس انجام میده که عصبش هم موسکولو کوتانوس. در معاینه یک بیمار مشخص می شود ناحیه داخلی ساق وی دچار اختلال حسی است. کدام درماتوم؟ بازم درماتوم دادن اینجا واسه اندام تحتانی. واقعا اینقدر همه سوال خوب وجود داره، چرا درماتوم رو سوال میدن؟ چون میدونن کسی درماتوم ها رو نمیخونه، میخوان یه جوری مثلا سخت کنن سوال رو. خب ناحیه داخلی ساق پا رو کی عصب دهی میکنه بچه‌ها؟ عصب سافن که شاخه‌ای هستش از عصب فمورال. فمورال هم از شبکه کمری هستش.
این هم عکس درماتوم های اندام پهتانی هست که اینجا می‌بینیم در واقع قسمت داخلی ساق پا L4 هستش که عصب سافنه که شاخه‌ای از عصب فمورال هست. عصب فمورال شبکه کمری L2 L3 L4 که این شاخه L4ش در عصبدهی این قسمت دخالت داره. سوال بعدی، سطحی ترین ساختار در ضخامت غده پاروتید. نکته که این داره بچه چیه؟ در غده پاروتید از سه عنصر عبور میکنن. عصب فشیال هست، شریانی هست که همون کاروتید در واقع داره عبور میکنه ازش و ورید رترومندیبولار. من عکسشو براتون بیارم. نگاه کن بچه‌ها، این موضوع در واقع همین هست. این عنصرها میخواد ببینه شما ترتیب عناصر رو بلد هستید یا نه. این غده پاروتید، عصب زوج 7 فشیا، شریان اکسترنال کاروتید و ورید خدمت شما عرض کنم که اینجا رترومندیبوله که قرار میگیره. نکته اینه اینجاست، عصب سطحی ترینه بچه‌ها، وریده و عمقی ترین هم شریان هستش. اینو شما به خاطر بسپرین، خیلی وقت سوال میادین. عصب سطحی ترینه، عصب، ورید، شریان. پس بنابراین گزینه درست سطحی ترین ساختار همین الف هست، فیشیال نرو. کدام یک از عضلات جونده در باز کردن دهان نقش دارد؟ میدونید عضلات جونده ما مستر، تمپورالیس، میدیال تریگوید و لترال تریگوید هستش که توی اینها مستر، تمپورالیس و میدیال تریگوید میبندن. تنها باز کننده همین لترال تریگوید هستش که گردن رو و اون دیسک داخل مفصل تمپورامندیبولا رو میکشه به طرف جلو و دهان باز میشه. آسیب عصب کورد تیمپانیک منجر به عدم ترشح کدام یک از غدد زیر می شود؟ عصب کورد تیمپانیک بچه‌ها عصب کیه؟ شاخه از عصب زوج 7. کجا خارج میشه؟ وقتی عصب 7 از در واقع دیواره خلفی گوش در عبور میکنه و بیاد به طرف پایین، به طرف سوراخ استولوماسود خارج بشه، قبل از اینکه وارد از سوراخ استولوماسود خارج بشه این عصب ازش خارج میشه. تصویرش من بیارم برای شما. این تصویر رو مشاهده بکنید بچه‌ها. عصب کورد تیمپانی هست، عصب کورد تیمپانی که از عصب زوج 7 هستش. این زوج 7 هست، در اون گوش ازش جدا میشه، از پشتش پرده گوش، پرده سموق عبور میکنه، میاد از این فیشر گلازر که بین در واقع پترو تیمپانیک هست خارج میشه، در حفره اینفراتمپورال خودشو به عصب لینگوال میرسونه و از طریق عصب لینگوال طی مسیر میکنه، وارد حفره دهانی میشه. الیف پاراسمپاتیکی که داره به گانگلیون سابمندیبولار میرسه. از طریق این گانگلیون سابمندیبولار شاخه‌های حاوی الیف پاراسمپاتیک ترشحی به غده سابمندیبولار و غده سابلینگوالی که اینجا قرار گرفته میره و ترشحات این دو غده رو کنترل میکنه. حالا سوال چی گفته؟ عصب کورد تیمپانی منجر عدم ترشح کدوم میشه؟ پاروتید که ربطی به این نداره، پاروتید زوج 9 عصب 9 اونو کنترل میکنه. سابلینگوال، لاکریمال و موکوس بینی که همین سابلینگوال در واقع گزینه صحیح هستش. کدام یک از اعصاب زیر از بین استخوان اکسیپیتال و مهره اطلس عبور میکنه؟ مهره اطلس مهره اوله. خب در مهره های گردنی با حواستون باشه که به قول معروف اعصابی که اما اعصاب نخاعی C1 C2 C3 از بالای مهره همشماری خودشون عبور میکنن. اکسسوری هم به همین همراه با واگ از سوراخ ژگولار خارج. C1 و C2 میمونه که از بین استخوان اکسیپیتال و مهره اطلس، این از بالای اطلس عبور میکنه، از بالای اون سایده ارضیش اینا عبور میکنه، همین C1 هستش. C2 بین C1 و C2 هستش، این از بالای C2 عبور میکنه. جواب درست C1 هستش. شریان میدل مننژیال با کدوم از شاخه‌های عصب مندیبولار ارتباط دارد؟ نکته این سوال چیه بچه‌ها؟ نکته این سوال این هستش که ما یک در واقع ساختار تقریبا منحصر به فردی را تو حفره اینفراتمپورال می‌دیدیم که عصب اوریکولاتمپورال میومد میدل مننژیال رو بغل می‌کرد. در واقع نگاه کنید اینجا این عکس نگاه کنید، این عصب اوریکولاتمپوراله، اینم شریان میدل مننژیال هست.
شاخه‌ای که اینجا جدا شده از شریان مگزیلاری و به طرف حالا سوراخ اسپانوزوم میره، وارد حفره جمجمه میشه. این عصب اوریکولا تمپورال دو شاخه میشه، این در بر میگیره. منظورش همین در بر گرفته شدن این شریان توسط عصب اوریکولا تمپورال هستش. سوال بعدی، عضله استرنوکلایدوماستوئید در کدام یک از مثلث‌های گردنیزی شرکت ندارد؟ چون در بیشتر این مثلث‌ها شرکت دارد. ندارد رو در واقع اینجا اکسیپیتال، کاروتید، سوپرا کلاویکولار و ساب مندیبولار. خب دوستان عزیز نگاه کنید، این استرنوکلایدوماستوئید هستش و این هم ناحیه گردنی اینجا مشاهده میکنید. این گزینه‌ها چی هستش؟ گزینه‌ها یکی اکسیپیتال است. اکسیپیتال کجا رو میگن؟ میگه این پوستیرو تراینگلی که اینجا هست توسط این اوموهایوئید به دو قسمت تبدیل میشه. این یه قسمت کوچولوی این بالا سوپرا کلاویکولار یا اومو کلاویکولار بهش میگن، این قسمت بزرگتر بالا رو میگن اکسیپیتال و شرکت داره. چیز مثلث بعدی کاروتید هستش. کاروتید کجا میشود؟ کاروتید میشود اینجا. اوموهایوئید استرنوکلایدوماستوئید، اینم که در واقع دیگاستریک هست. اینجا میشه مثلث کاروتید که بازم استرنوکلایدوماستوئید شرکت داره. سوپرا کلاویکولار که همینجا میشه، این کوچولوه میشه که بازم اینجا شرکت میکنه. و گزینه آخر ساب مندیبولار هست. ساب مندیبولار کجا میشه؟ اینجا که در واقع دیگاستریکا و استالوهایوئید و اینم خود فک شرکت میکنه و اینجا دیگه ما عضله استرنوکلایدوماستوئید رو مشاهده نمیکنیم. پس گزینه درست همین ساب مندیبولار میشه. کدام یک از راههای نخاعی در طناب طرفی طی مسیر میکند؟ خب این الان شما باید اون مقطع عکس مشهوری که وجود داره، مقطع عرضی نخاع هست و اون راههای صعودی و نزولی رو نشون میده به شما. طناب خلفی، طناب طرفی و طناب قدامی. در طناب خلفی هم صعودی هستند، همون گراسیلیس و کنواتوسه. اینو در مد نظر داشته باشین. طناب طرفی و قدامی میمونه که باید ببینیم واقعا کدوم از اینها در طناب طرفی و طناب قدامی قرار گرفته و سوالش انصافا یکم سخته. وستیبولو اسپاینال، تکتو اسپاینال، روپرو اسپاینال، اولیو اسپاینال، راههای معروفی رو هم مثال نزده. خب این سوال واقعا باید حفظ کرد. این در واقع نکته خیلی خاصی نداره. شما با جایگاه این راهها رو بدونید که به نظر من سوال سخت و غیر استانداردی هستش. راههایی که مثال زده اینجا وستیبولو اسپاینال، تکتو اسپاینال، روپرو اسپاینال، اولیو اسپاینال هسته. اینجا می‌بینید ریتیکولو اسپاینال ها، وستیبولو اسپاینال، تکتو اسپاینال همه در این قدام قرار گرفتن. روپرو اسپاینال رو می‌بینیم که در طناب طرفی قرار گرفته. سوال چی می‌خواسته؟ کدام یک از راه‌ها در طناب طرفی هستش؟ در اینجا ما داریم می‌بینیم که اینجا روپرو اسپاینال در طناب طرفی هست. در واقع خوندن این همه راه واقعا شاید ارزش نداشته باشه. سوال اینقدر سخت هم بدن یه سوال آدم بیخیال میشه. سوال بعد، کدام یک از هسته‌های اعصاب مغزی زیر حاوی اجزای SVA Special Visceral Afferent می باشند؟ اگه بخواید همچین سوالا رو جواب بدین که اکثر مواقع هم سوال میاد، باید این دستجاتی که اینجا وجود داره Special Visceral، General Visceral، Afferent ها، Efferent هایی که هست رو در واقع حفظ بکنید. حالا Special Visceral Afferent یعنی در واقع آوران هست. کدوم آوران؟ آوران احشایی، اون از نوع اسپشیالش. آوران احشایی از نوع خاص، اگه جنرال ویسرال بود که همون سمپاتیک پاراسمپاتیکا میشن، اما اینجا اسپشیال آورده. یادتون باشه اسپشیال ویسرال عناصری میشون که ما تو چشایی و بوایی اونا رو استفاده میکنیم. اگر اسپشیال سوماتیک بود، یادتون باشه سوماتیک ها ما واسه خودم جوریش کردم، اسپشیال سوماتیک ها فیزیکی ها هستن، در واقع نور و صدا اینا میشن، چشم و گوش اینا میشن، ولی اسپشیال ویسرال ها شیمیایی ها میشن، بویایی و چشایی میشن. کدوم هسته دخالت داره؟ یعنی آمبیگوس یه هسته حرکتی هستن، ربطی نداره. سولیتاری هست، عصب چشایی هستش، همین میشه. اینفریور و سوپیر سالیواتوری همون بزاقی ها اینا وابران هستن، اصلا آوران نیستن و اینا در واقع ترشحی هستن و اون غددی که توسط اعصاب 7 و 9 عصب دهی میشن توسط این غدد کنترل میشن و جواب گزینه ب هستش. سوال بعدی، شیار رینال در سمت خارج کدام جیروس مغزی هستش؟ ما این شیار
شیار رینال رو کجا می‌بینیم؟ باید یکم سخت کرده. ما دو تا شیار داریم در سطح تحتانی لوب تمپورال و اکسیپیدال در سطح تحتانی. یک اکسیپیدو تمپورال هستش و یکی هم شیار کولاترال هست. قدامی ترین قسمت شیار کولاترال رو قدامی ترین میگیم رینال و اون قسمتیه که در سمت داخل این شیار کولاترال و همین رینال قرار میگیره. این جیروس رو بهش میگیم جیروس پاراهیپوکامپ. که اینجا میشه گزینه دال. در کف قسمت مرکزی بطن طرفی چه عنصری قرار دارد؟ بطن طرفی قسمت مرکزیش باید حفظ بکنیم که همون گزینه تالاموس میباشد. در واقع میشه بالای بطن سوم. نورون حرکتی تحتانی مربوط به عضلات اکسپرژن صورت در کدام زوج از هسته‌های مغزی قرار دارد؟ یکم پیچونده اینو. اصلا این عضله بیانی هم اکسپرژنات صورت ما، عضلات صورت ما رو کی عصب‌دهی میکنه؟ عصب زوج 7. این اصلا اینو پیچونده، وگرنه چیزی میگه آقا در واقع سوال بسیار آسان هستش. کدام از هسته‌های تالاموسی در ارتباط با مدار پاپس هست؟ مدار پاپس خب باید اینجوری بلد باشیم که از اون هیپوکامپ شروع میشه، توسط فورنیکس اجسام پستانی میره، از اجسام پستانی هم میره به هسته‌های قدامی تالاموس. از هسته قدامی تالاموس هم میره به کورتکس. الان در مورد هسته تالاموسی صحبت میکنه، آنتریور میشه. خب بعد از اینم که در مورد حالا بافت شناسی و در واقع جنین شناسی که ما وارد اینا نمیشم و بعد میخواستم آناتومی ها رو با شما مورد بررسی قرار بدم. امیدوارم که این ویدیوها به شما کمک بکنه که بتونید یک ریویوی خوب، سریع و جامعی داشته باشید و برای امتحانات جامعه علوم پایه‌تون مفید باشه. امید موفقیت شما. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.